خب سلام، وقتتون بخیر. اومدیم پروژه ویلای ندشابا گاردن یه گزارشی تهیه کنیم. این ویلا رو ما تقریبا 3 سال پیش واسه مشتری خریدیم. الان حدود 25% رشد قیمت داشته. بعد دیزاین پروژه رو شما ببینید، یک دیزاین منحصر به فرد، یه زمین خیلی خوب. اینجا بخشی از شهرک منتها از اون قسمت زمین خود ویلا شروع میشه. تقریبا تمام جوانب این ویلا به صورت گلاس یا شیشه ای طراحی شده. اینجا یه اتاق میهمان در نظر گرفته شده. البته این اتاق میهمان نیستش، این چیزه، اینجا استادی رومه. یه استادی روم اینجا در نظر گرفته شده. اینجا سالن جذاب این ویلا هست، ویلا تریپلکس آسانسور دار و توی این قسمت سرویس میهمان هستش. فضای دلبازی که توی سالن این ویلا هستش یک فضای خیلی جذاب و عالیه. این فضا رو تو کمتر ویلایی توی دبی شما میتونید پیدا کنید و همچنین فضای بیرونی و خارجی که حالا توسط این بالکن ها ادغام میشه هم جذابیت خاص خودشو داره. معمولا تو شرکت های سازنده توی دبی استخر توی ویلاها تبعیه نمیشه، منتها خود شما اینقدر فضا دارین که برای خودتون استخر درست کنید. از خارج اگه بخواید اینجا رو بررسی کنید به این صورت هستش. فقط ارتفاع سقف رو شما ببینید. سلام سلام. سلام شما زنده با شما خوبه. بریم طبقه اول. این آسانسور شما اینجا از طبقه اول که 3 تا اتاق خواب واقع شده شما میتونید یه ویو خیلی جذابی داشته باشید. یه سرویس بهداشتی تو طبقه اول هست که برای 2 تا اتاقه و این اتاق خواب مستر هستش. اینجا یکی از اتاق خواب ها هستش، سرویس بهداشتی که با تمام دیتیلز و لاکچری طراحی شده. شیرالاتی که به کار بردن بسیار شیرالات جذابی هستش. اینم از این اتاق خواب. اینجا اتاق خواب مستر که درش به صورت کشوییه. وانی که در نظر گرفته شده برای این اتاق. جذابیتی که داره واقعا عالی. این هم فضای این اتاق هستش. بریم طبقه روف گاردن و جزئیات اونجا رو دقیق‌تر بررسی کنیم. یه تراس خیلی جذابی اینجا در نظر گرفته شده. اینجا یه پنتری برای کسایی که میخوان از این تراس جذاب استفاده کنین. یه مبلمان خیلی شیک اینجا بذارین شما و میتونین از این فضا نهایت استفاده رو ببرین. ببینید فقط چه فضای خوبی هستش، خیلی فضاش عالیه. اینجا اتاق خواب مستر هستش که حالا شما میتونید اینجا پنجره رو باز کنید و از این فضا لذت ببرید. البته اینجا پارک مجموعه هستش، فاز 2 پروژه و اونجا هم شاپینگ سنتر یا مجموعه خرید این مجموعه.
ببینید کسایی که کار ساختمانی میکنن میدونن ابعادی که برای این پنجره ها در نظر گرفته شده واقعا ابعاد سفارشی هستش. یعنی باید شما این پنجره رو سفارش بدید تا بتونید تو این ابعاد شیشه یا پنجره دو جداره برای خودتون بگیرید. خیلی خوبه. بیشتر از این باز نمیشه فکر کنم. باید تراسش رو ببینید شما. اینجا فاز 1 مجموعه نداشته گاردن هست، فاز 2، فاز 3 و فازهای بعدی. هم که حیات این ویلای جذاب هستش. در کل یه چیزی بهتون بگم، اینی که اگر بخواید توی فازهایی که آماده هست خرید کنید، میتونید به صورت نقدی به ما پیام بدید و خریدتون رو انجام بدید. ولی اگر میخواید تو فازهای جدید خریداری کنید که 4 سال اقساط داشته باشید، میتونید از همکارای ما یکی یکی دارن میان، میتونید از همین الان به من پیام بدید، با پیش پرداخت 20% میتونید ویلای خودتون رو رزرو کنید. همکارای ما که یکی یکی دارن میان و اینجا چون آندر کانستراکشنه هنوز آماده نیستش. همونجور که میگفتم میتونید تو فاز جدید به صورت اقساط 4 ساله بخرید، 20% پیش پرداخته، 4 ساله پرداخت میکنید و بعد از 4 سال ویلای خودتون رو تحویل میگیرید. کلی ارزش افزوده روی ملکتون هستش. امروز یکم هوا مه‌آلوده، منتها نزدیک به منطقه بیزنس بی هستش این منطقه و از نظر دسترسی سرمایه گذاری همه نوع یکی از ایدئال ترین پروژه‌ای هست که شما میتونید داشته باشید. آقا مهدیار نظرتون در مورد این پروژه رو میگین؟ لوکیشن که عالیه، پروژه که شرکت سازنده دولتی عالی، شرکت سازنده هم شرکت دولتی مراس هست. شرایط پرداختش هم که 4 ساله بسیار عالی. بسیار خوبه، بسیار خوب. ببینید الان توی دبی شما چند چیز رو توی خرید قسطی میتونید در نظر بگیرید، یا لوکیشن یا قیمت. اگر قیمت مناسب تر میخواین، لوکیشن های دورتر از مرکز شهر هستن، ولی اگر قیمت خیلی براتون ایدئال نیستش، یعنی قیمت یکم گرونتر بخرید ولی لوکیشن مرکز شهر باشه، این بهترین گزینه هستش. چون دیگه نزدیکتر از این نداریم و نخواهد اومد و زمین هایی که نزدیک به داونتاون هستن دیگه تکمیل شده. باید شما زمین های دورتر رو انتخاب کنید. و یکی دیگه از جذابیت های این هستش که اینجا شما از یک شرکت دولتی خرید میکنید. در واقع شما اینجا توی این پروژه شریک دولت هستید، توی ساخت و پیشرفت پروژه و اینکه خیلی ایدئاله. شرکت سازنده هم اگه نشونتون بدم اونجا شرکت مراس هستش.